و جالبیه که شیخ یوسف استیس اکثریت با اسم او آشناییم. این در زندگی نامه خود توضیح میده که خود کشیش بوده، کشیش کلیسا بوده و دعوت میداده، تبشیری بوده و میگه زمانی که تاجر هم بوده به علاوه او تجارت میکرده. میگه من زمانی که با یک مسلمان گفتگو میکردم از این سوال کردم شما به کلیسا خود به مساجد خود موسیقی اینا داری؟ گفت نه نداری. و من خیلی خوشحال شدم. گفت من به این خوشحال شدم که عجب تجارت شد. این بیچاره‌ها مثل نمیفهمن. بیا به اینا پس معرفی کنم این بیچاره‌ها آدم عقب مانده ان، جاهلن، نادانن. بیا به اینا معرفی کنم که داخل عبادتگاه باید موسیقی هم باشه. بازار موسیقی فروشی دیگه دستگاه و وسایل همین تجارت ما برام میندازم. خب پولدار میشم فایده میکنه. دیگه بعدم متوجه شدم که نه اینا میشناسن اما این درست نمیدانن. میگه من اون زمان اصلا نمیتونستم تصور کنم که میشه یک دینی باشه موسیقی هم نداشته باشه. میگه اصلا این چیزی من تصور کردن نمیتونستم. دین باید حتما با خود چی داشته باشه؟ موسیقی به نام عبادت. مثل که امروز باز ما میبینیم که بعضی به نام تصوف، به نام طریقه چشتیه و چگار فلان این موسیقی دارن، بعدا میگن این چیه؟ رباب بزنه. من جالبیه یک نفر صوفی بود به اصطلاح ربابی باز داشت. باز میگه این رباب یعنی رباب، دروازه به سوی رب. الان از طریق همین رباب به چی میرسی؟ به خدا میرسی دیگه. این دقیقاً همون کاری که اون نصرانی‌ها میکردن که از طریق موسیقی داخل کلیساهای خود زن و مرد نیمه برهنه میبینی که اونجا دل ناخوشه که والله ما چیکار عبادت میکنیم. عین شکلی که اینا تحریفات کردن. یا داخل دین اسلام به نام موسیقی هست، صد بدبختی دیگه درست کردن. داخل مسجد میبینید چلیما گذاشته والله ما عزاداری داریم. دختر زن و مرد مخلوط، صد بدبختی دیگه به نام چی؟ به نام عزاداری و به نام فلان و فلان.